ده‌ها قانونگذار آمریکایی روز 25 مارس از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا فرمان اجرایی خود را برای بستن آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM بیکار کند. به گفته آنها این اقدام تأثیر ویرانگر بر رسانه‌های زیر چتر این نهاد از جمله رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی خواهد گذاشت و تنها بر رقیبان آمریکا به مانند روسیه و چین، ایران و کره شمالی کمک می‌کند. نامه را بیش از 40 عضو کنگره امضا کردند. در نامه آمده است که قطع کار آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا به اعتبار و جایگاه ایالات متحده در سراسر جهان آسیب می‌رساند. مؤلفان گفتند اگر USAGM بسته شود، از گون تا مینسک و تهران میلیون‌ها نفر در جامعه‌هایی که آزادی رسانه‌ها در آن محدود است، از دسترسی به معلومات درست و واقعی محروم خواهند شد. در ادامه از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده است که این فرمان خود را بازبینی کند.